منابع مطلع از وساطت امارات متحده عربی مابین محمد اشرف غنی و سراج الدین حقانی خبر می دهند. منابع مطلب با ایندیپندنت فارسی گفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز سه‌شنبه 15 با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و وزیر کشور رژیم طالبان در امارات متحده عربی ملاقات کرده است. سراج الدین حقانی همراه با عبدالحق وثیق و انس حقانی در نخستین سفر خارجی پس از بازگشت به قدرت به امارات سفر کرد. مدت قانونی ریاست جمهوری اشرف غنی در 15 خرداد ماه سال جاری به پایان رسید و بر این اساس این منابع گمانزنی میکنند که نشست میان غنی و حقانی با هدف مشروعیت بخشیدن به طالبان در آستانه سومین دور نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شده است. با گفته این منابع نشست میان اشرف غنی و سراج الدین حقانی با پادرمیانی دولت امارات متحده عربی صورت گرفته است. بر اساس معلومات منتشر شده توسط مقام‌های دولت پیشین افغانستان در روز 15 اوت 2021 و پیش از فرار اشرف غنی از کابل به امارات تماس‌های میان نزدیکان غنی و سران شبکه حقانی برقرار بود که به خروج امن غنی و نزدیکانش از کابل کمک کرد. با این حال سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده باعث شده است که بار دیگر مسئله تحریم‌های بین المللی علیه او و جایزه 10 میلیون دلاری با متحده برای اطلاعانی که منجر به کشته شدن یا بازداشت او شد مطرح گردید.